السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و اون برادرانی که اساساً در بابت زنها بسیار شکایت میکنن که زنها چنین کار میکنن، در بابت زنهای چنینها چنین نوار کنید. دوستان من، وقتی که اگر مردها با راه راست قدم گذارن، انشاءالله تعالی با خواست الله تبارک و تعالی همون زنهای اون مردها با راه راست قدم میگذارن، زیرا قرض از دو طرف. هر یک ما و شما به خود یک کمبودی داریم که اول اون را نظر نمی کنیم و به اون زنها عیب را بار می کنیم. پس پیش از آنه که به زنها عیب گذاشتن، اول خود اندیشه کنیم که شما چی گناه می کنین. یک دختر رو می بینین در کوچه هزار اخر سخنها می زنین، مگر این خطایی نیست؟ یک دختر رو می بینین هزار سخنهای فحش و فجور می زنین، مگر این خطایی نیست؟ پس با حرمت خداوند اول خود را اصلاح کنید.